انسان وقتی که در بیوطنی قرار میگیره از وطن خود دور می باشه، اما خود تنها حس میکنه، از فامیل و قوم و خویش خود چی میکنه و دیگر رنگی از این که از وطن دور است و وطن خود خراب میبینه یا بعضی مشکلات دیگه که راجع به وطن خود میشنوه یا میبینه، این رنگ بسیار زیاد داره. دیگر بعضی احتیاجی که برای انسان پیش میشه یا کمک یک کس میگیره، اول گرفتن کمک خودش یک اسم ما عبدالسمیع فرمولی است. متولد سال 1935 کابل از افغانستان. صنف 7 تا صنف 12 در شهر کابل بودیم. در لیسه درس خواندیم، لیسه را که حال شما می‌دونید. بعد از او به پوهنتون کابل شامل شدیم. بعد از او که باز برآمدم، باز من رفتم تهران، رفتم در تهران 2 سال ماستری خود گرفتیم. باز برای 2 سال دیگر رفتیم تا استرالیا. از اونجا که پس آمدیم در اونجا وزارت پلان کار میکردیم که این کودتای سوار شد. بسیار خوش داشتم از این که میخواستم که یک چیز یاد بگیرم به خاطر از این که به مملکت خود خدمت کنم. خوابی بود که به حقیقت پیوست بود. ما پلان 7 ساله ساخته بودیم، مثلا در قسمت مکاتب، شفاخانه، سرک، تلفن، جنگل، همه هر چیزی که یاد گرفتیم و همون کار که آمدم به مملکت خود کردم کلش به خاک برابر شد، از بین رفت. شما قبول بکنید که من وزارت دفاع رفتم درباره حالت و حکومت افغانستان ما که میبینم چون یک طبقه نادان و نافهم و یک طبقه خائن که سر کارشان به رشوت و به خیانت است. ما قدرت توان جسمانی اگر داشته باشم و خوب باشم به سر و جان کمک میکنم، اما من میفهمم که حال دستای من میلرزه، مریض هستم، چیز نوشتن کرده نمیتونم، اما مشوره نظری که هر مرجعی که باشه من داده میدم و من هیچ کسی نگفتم. Eigentlich. Nein. Bitte? Ja. Sofort. 2 lang. 2? Ja, lang. Lang? Ja. Bitte schön. Danke. Geht so? Ja. شناختن دیگه در موچی‌های رسوم و عادات افغانستان اینجا تو نیست که دختر و بچه یکی خود ببینن. میخواستم که فامیل ما بزرگ باشه، اولاد زیاد داشته باشیم و اطفال خوش داشتیم و خوشبختانه اولادهای زیاد داشتیم. این حسه کلانم است دخترم. موتر جوړی ماما جان نه موټر نه راځي. یا دیمه ول بیا یې ورې راوړې چې وي شي واسطه موټر Gibst du mir Kartons? دنیا ته سلاطه جوړه. مرحله زندگی کودتای 7 سال که شد در افغانستان
اما تمام سیستم زندگانی کل ملت افغانستان تغییر آورد. اکثر خانه ها را مردایش بردن کشتن و فامیلا تیت شد، همه مهاجر شدن، به پاکستان رفتن، ایران رفتن، ممالک اروپایی آمدن، امریکا رفتن، افغانستان یکی تیت پاشان شد. از وقت مور شهر نان بتونم تا بابا نان نه مور تاتی رد کن باشه بدوی نخون میو کوا ما هیچ وقت نمیخواستم کمونیستی را. اونا حس کردن که اینا مخالف ما است، مرا بردن به بندی خانه. در اونجا 2 سال بندی بودم، زندگی من بسیار تلخ بود. در برق چند مرتبه دادن من، بعد از در بین در وقت زمستان که در حدود منفی 20 درجه آب یخ میزد، در بین نو استادم میکردن 2 دقیقه 3 دقیقه، پس که میکشیدن من استاد شدن نمیتونستم. و امروز که تمام سیستم اعصاب و تمام سیستم وجود من که برهم خورده از امون زجر و تکلیفی که در بندی خانه من کشیدیم بیا 8 میاشتې بعد ډېر رشوت مو ورکړی چې بیا یې دی موږ ته را پیدا کړي، کالي یې راکړه. کالي یې ګرده په وینو لړلي وه او ډېر جناوران و شیان پکښې کې وه. بیا ډېرې رشوت و پیسې مو ورکړلې، دی بوتی پلچرخي ته، بندیخانې ته چې بوتی، بیا موږ ته اجازه راکړله چې ورسه. بعد از اینکه از بندی خانه خلاص شدم طرف اروپا فرار کار رفت کلشان دور. آه یک وقت اینجا می آمدیم چه خبر؟ چند سال شدن؟ 10 سال. 10 سال شد. 10 سال شد. اینجا من همیشه یک دوره می دویدم. با شما اینجا میشیدیم؟ اینجا میشیدیم پیش از اون اینجا میشیدیم. وقتی که من آمدم اینجا در آلمان آمدم، همون وقت از بندی خانه خلاص شده بودم و اعصاب مرا اینجا در بندی خانه بیخی خراب شده بود. اینجا که آمدم اما پیش دکتر اعصاب مراجعه کردم، اونا دیدن تصدیق کردن من هیچ چیزی تو به کله خود گرفته نمیتونستم که مثل یک لسان باید از آدم یاد بگیره، او را به کله خود گرفته نمیتونستم. اما یک کسی همراه یک آلمانی صحبت میکردم، این بر من بسیار خوشایند بود، از این که مثل گنگواری چیز گفته نمیتونم. آرزو دارم که داشتم که اگر می بودم در افغانستان و اونجا با اون طبقه متوسطی که زندگی داشتم دمو بسیار چون وضع افغانستان حال فعلا که من میبینم هیچ وقت پیش خود فکر نمی کنم که امی قسم زندگی پس در افغانستان صورت